جزئیات اولیه درباره استیون پادوک تیرانداز لاس وگاس نشان می‌دهد که او مردی آرامی بود و قماربازی و کنسرت را دوست می‌داشت. با گفته رئیس اداره پلیس جو لامباردو، نامه اموال او در پلیس پاکیزه است. ما درباره این فرد معلومات تفتیشاتی و یا اطلاعی زیان‌آوری نداریم. فقط همین را میتوانم بگویم که او چند سال پیش به دادگاه دعوت شده است و آن هم یک مقررات معمولی دادگاهی بوده است. با نظر داشت این همه سوالهای زیاد پیدا شدند که چرا چنین مرد مخلصان کنسرت در خیابان لاس وگاس را تیرباران کرد. تیراندازی که مدهشترین در تاریخ معاصر امریکا به شمار می آید. خادمان پلیس خانه او را در مکسیتی نوادا در شمال و غربی لاس وگاس جستجو کردند و اسلحه زیادتر یافتند. خویشاوندانش به خصوص برادر پادوک از این حادثه به خود نآمده است. ما وحشت زده و لال شدیم. او اصلا دوستدار اسلحه نبود. نمیدانیم آن همه سلاح‌های اتوماتی را از کجا گرفته است. او هیچ گونه آموزش نظامی یا مثل آن نگرفته است. همین فکر که برادرم این همه کار را کرده است مرا دیوانه میکند. پدر استیون پادوک غارتگر بانک بود و زمانی در فهرست 10 جنایتکار خطرناک خدمات تحقیقات فدرالی امریکا قرار داشت. ادعای گروه دولت اسلامی را که پادوک فرموده آنها را اجرا کرده است، مقامات رد کردند. ما تا حال معین کردیم که حادثه ارتباط به گروه‌های بین‌المللی تروریستی ندارد. ما تحقیق را با همکارانم ادامه می‌دهیم و همه طرفه حادثه را تفتیش و دقیق می‌کنیم تا مردم آرامش و تسکین یابند. تسکین و آرامش جامعه ظاهراً به سختی برقرار می شود، چون حالا مفتشان مطمئن نیستند که چرا استیون پادوک چنین جنایت صادر کرد. کسی که هیچگاه مورد شبهه پلیس نبود، 10 اتومات را پنهانی داخل مهمانخانه برد، به سوی مردم تیر گشاد و پیش از آن که به دست پلیس افتاد خودکشی کرد.